محفل زیبای ظریفان تشریف آوردند. واقعا باعث سرفرازی است که محفل زیبای ظریفان در این تالار بسیار زیبا طول چند روز از جریان دارد و با افتخار روز کنستیتوسیون کشور و همزمان اعلام گشتن سال رشد پیاز سیاحی و هنرهای مردمی محفل زیبای ظریفان تعریفی شده است. امیدوار می‌شویم که در محفل زیبای ظریفان تنها و تنها مؤسسه تعلیمی شهر دختر میتوانند شرکت ورزند و آنها مهمان تالار زیبا هستند. دستاندرکاران مؤسسه تعلیمی رقم 13 شهر دختر این مؤسسه دسته خود را نامگذاری نمودند گلریز. امروز مهمان مؤسسه دسته گلریز حالا برای دسته گلریز اعضای حکمان را آشنا می‌سازیم. رئیس کمیسیون سعید زاده آلتخان، دیرکتور تئاتر ملیتی موسیقی مسکوی بانوی عطا محمدی شهر دختر، عثمان بلایی شاعر صدر شعبه فیلم‌های هنری ریاست مؤسسه ادبی در لهستان، رحمان زاده فضلی دیرکتور مکتب صنعتی بچه‌زن شهر دختر، ابوالخیر فرهنگی جمهوری اسلامی. معاینه عزیز عبدالجبار و منورا نماینده شعبه معارف شهر دختر با شما را همراهی می‌سازند. وارد همه شما را به این مدرسه با خیرمندانه بگیریم. حالا شرط‌های محفل زیبای ظریفان را برای دسته دعوتگر آشنا می‌سازیم. محفل ظریفان از 5 شرط عبارت است. شرط اول سلام‌نامه، شرط دوم باشد این سنجشگری، شرط سوم این تقلید است، شرط چهارم رقص گروهی و در نهایت شرط آخرین پیشنهاد فرهنگ لباسپوشی است. بین با خزانه‌های زیبا دسته گلریز را استعمال کنید. گلریز با اعضای حکمان پیشکش می‌گردد. حکمان محفل زیبای ظریفان شرط و طلبات خشم درست و بازم به دسته گلریز قرار خواهان هستیم. دیم برای شرط اجرای محفل زیبای ظریفان که شرط اول این سلام‌نامه است. دسته گلریز رو استقبال می‌گیریم.
خوب؟ ما باید ظریفانه سوال گوییم. میدونی چی؟ نه. سالهای 2921 رو پیشگاه معظم ملت سالی رشد دهها سیاحی و هنرهای مردم اعلام کردن و ما جوانان باید سهم گذاریم. بله راست تاجیکستانی بیشناسای ما روز تا روز رنگین و زیباتر گشته ایستاده است. سیاحان از دیگر مملکت به کشوری عزیزی ما آمدند، دیدن نمودند و حلاوت بردند. دوگانه ها میدونید چی؟ 6 نوامبر روزی هست که برای حکمتی توجیه فراموش نشونده است. چونکه در این روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است. بله درست. ما جوانان باید دستی به دست گرفته این وطن را زیبا، آباد و پیشرفته گردانیم. درست؟ میدانم که درست. من چی گفتم؟ امروز محفل ظریفان. شاید اول آزمان سلام نامد. ما باید ظریفانه سلام گوییم. السلام. ایوا علیکم. به من نه، به مردم. رفته. در شرط دویمی آزمون ارائه دوستان عزتمند، خرسکانه است برای دسته گلریز. بخشی هیئت کنکورسی آماده باشند، پیشنهاد اهل تالار میسازند و پسان را با جنازه نگاه می‌برند. استقبالگری دسته گلریز را مرا محبتی تو کش، من مسیر یا نگاه. مگو سخن درش، مگو که عاشقی کن. پس از 1000 سال او را چو دور می‌تافتم، چو عشق خود می‌یافتم و سوی او شتافتم. پس از 1000 سال او را چو دور می‌تافتم، چو عشق خود می‌یافتم
دوستان خیلی هم عزتمند هواداران محفل زیبای ظریفان اکنون رو به جانب اعضای حکما میاریم برای شرط اول محفل زیبای ظریفان با حضور خواهم کرد. مرحبا.